بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه اذکار. ذکر و یاد نیاز دائم و ثابت همیشه ماست و برای نگهداری و دور ماندن از غفلت و جبران ضعف انسانی که در نزد بسیاری از اندیشمندان از نسیان و فراموشی ترکیبی رو ساخته یا ترکیبی رو در بر داره، ذکر و یاد نقش بسیار مهمی رو داره و ذکر و یاد هم گاهی هست که به طور عارض جلوی انسان قرار میگیره و ارزش قرار گرفتن و ماندگار بودن رو نداره و گاهی هست که اونچه که ارزش داره و باید ماندگار در ذهن من و شما بمونه از ذهن دور نگه داشته میشه و برای محافظت و نگهداری اون سعی و تلاشی نمیشه. چه بسیار هست مشکلات و موضوعات و مسائل و اموری که دغدغه شبانه روز ما هست و فکر و ذهن ما رو شب و روز با خودش مشغول داره. حتی اونچه که به عنوان ذکر الهی و نماز هم به جا میاریم به جای ذکر الهی و نماز و عبادت پروردگار متعال، ذکر اون امور بر فکر و ذهن ما غالب میاد. چرا؟ و چطوری و با چه راه و با چه وسیله‌ای میشه از بار این هجمات ذهنی و فکری خلاص شد و کانون فکر و ذکر خودش رو انسان متمرکز بر اون چیزی بکنه که شایسته و ارزش ذکر و فکر رو داره. الله متعال در 24 ساعت شبانه روز 5 وقت نماز فرضی رو برامون تجویز کرده که به عنوان اساسی ترین وظایف دینی بعد از کلمه توحید معرفی شده است. پایبند موندن به اون و نگهداری زمان و وقت اون جزو وظایف شرعی ما به شمار میاد تا اینکه ما بتونیم به وسیله این عملکرد دینی مبانی و اصول فکری و اعتقادی که باید در ذهن خودمون زنده نگه بداریم و کانون تفکر و اندیشه ما رو به خودش اختصاص بده، بتونیم از طریق این عبادت به این هدف نائل بشیم. و این عبادت نه تنها یک وظیفه شاق و سنگینی برای انسان مؤمن نیست و نباید باشه، بلکه به عنوان غذای روح و نیاز دائم و مبرم انسان
در شرایط دشوار به صورت اختصاصی و به صورت ویژه نقش خودش رو ظاهر میکنه. واستعینوا بالصبر والصلاة. و این عبادت حقیقی که سمبولی از اطاعت رو در امور مختلف در زمینه‌های متعدد و خصوصا در ارتباط با قضا و قدر الهی در انسان باید موجب بشه، این عبادت هیچگاه نباید چیزی دیگه جایگزینش بشه و موضوع دیگری ذهن و اندیشه انسان رو نسبت به مفاهیم و معانی این عبادت غافل نگه بداره. ولی واقعیت این هست که این اتفاق افتاده، یعنی اینکه اذهان مشغول ما و مسائل و امور مسلط بر فکر و اندیشه ما و دغدغه های زندگی در 24 ساعت شبانه روز آنچنان انشغال فکری و ذهنی ما رو موجب شده که از اساسی ترین و بنیادی ترین ذکری که باید تداعی بشه در ذهن ما غافل موندیم. و طالبی رو ما در ارتباط با اون چه که در نماز و در این پایه و اساس ذکر الهی وجود داره، از آغاز نماز، افتتاح نماز گفتیم و رسیدیم به مرحله‌ای که رکن دوم نماز آغاز میشه و اون رکوع هست. رکوع و کرنش کردن در مقابل پروردگار متعال، همچون قیام کردن و دست به سینه ایستادن در مقابل پروردگار متعال، یکی دیگر از مظاهر عبودیت هست. این مظهر عبادی که فقط الله متعال مقام و جایگاه شایسته برای این عمل کرد رو داره که ما در قبالش این عمل کرده کرنش رو انجام بدیم، علاوه بر فعل اندام، زبان انسان هم در تأیید عمل کرده اندام الفاظی رو به زبان میاره تا اینکه معنا و مفهوم کرنش و رکوع ما در زبان تعبیر بشه. نگفته نمونه که تمام عملکرد دینی با اذکار دینی به طور موازی در زندگی انسان باید نمود داشته باشه. تمام اون چی که ما به زبان میاریم باید در عملکرد ما مثل یک سکه به صورت دو وجه متقابل وجود خارجی داشته باشه و اونگاهی که یک وجهی رو داشته باشه وجه دیگر درش وجود نداشته باشه، اون موقع سکه ما ناقص و ارزشش به صفر خواهد رسید. رکوع که یک عملکرد جسمی هست، در موازی با این عملکرد جسمی اون چه که رسول الله
صلی الله علیه و سلم به ما آموزش دادن این هست که الفاظی رو به زبان بیاریم و رسول الله صلی الله علیه و سلم در عملکرد خودشون اون الفاظ رو برامون به نمایش در آوردن و نشون دادن و صحابه هم از اونها ایشون گرفتن و انتقال دادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابه فرمودند که صلوا کما رأیتمونی اصلی، آنطوری که شما میبینید من نماز میخونم شما هم نماز بخونید. آموزش عملی که درش تصنع، درش تظاهر وجود نداره، عملی که آموزش ضمنی در عملکرد دینی بخش لاینفکش است. تمام دین ما که آموزش بخش لاینفکش هست با پرورش همگام بوده، به معنای این که عملاً رسول الله صلی الله علیه و سلم همه آموزه ها رو در شرایط مختلف اونچه که لازم بوده رو یاد دادن و عمل کردنشو نشون دادن. آموزش دینی وجهه تئوری در سنت نبوی هیچگاه نداشته. یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، این سه مورد آموزش و پرورش همراه با عمل کرد که حکمت هست محقق می شده با هم بدون هیچ گونه تفکیکی. کلاس های درس تئوری ما نداریم مگر مواعظی که ذکر و یاد آوری حقایق باورهای دینی هست. در این میان حضرت حذیفه رضی الله عنه روایت میکنند که صلیت مع النبی صلی الله علیه و سلم ذات لیلة، و در این حدیث میاد که مفصل هست حدیث، میگه که پیامبر رکوع کردن و شروع کردن به گفتن سبحان ربی العظیم. این رو سبحان ربی العظیم رو به زبان آوردند. حدیثی که حذیفه در عمل کرده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مشاهده میکنه در شب و به ما انتقال میده. روایت دوم هم که امام ابو داود از عقبه بن عامر آورده، میگه که فکان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا رکع قال سبحان ربی العظیم و بحمده ثلاثا. هرگاه که رسول الله صلی الله علیه و سلم رکوع میکردن 3 بار میگفتن سبحان ربی العظیم و بحمده. یه سری اذکاری هست که مشترکاً بین رکوع و سجود مضاف بر سبحان ربی العظیم گفته میشه که حضرت عایشه رضی الله عنها در روایتی که مسلم آوردن میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم کان یقول فی رکوعه و سجوده سبوح قدوس رب الملائکه و الروح. سبحان ربی العظیم و بحمده تعبیر شامل و جامعی هست که از جهتی الله متعال رو منزه میکنه از هر گونه شرک، از هر گونه صفتی که شایسته ذات ذوالجلال نیست، از هر گونه عمل کردی که انسان انجام میده ولی در مقام الهی شایستش نیست، و
همراه این بزرگی و عظمت رب ذوالجلال رو در بر داره و حمد او یا ستایش او با صفات کمال. حمد الله متعال که صفات کمال الله متعال درش جا گرفته هست و در برگیرنده تمام صفات پروردگار هست، همیشه با تسبیح همراه است، چون حمد اثبات کمال صفات الله متعال هست و تسبیح نفی هر گونه نقص از رب ذوالجلال است. دور کردن یا دور داشتن الله متعال از هر گونه نقص است. صفات مختلفی که در باورهای مختلف دینی جا گرفته است. در تأکید این موضوع باز میاد سبوح قدوس رب الملائکه و الروح، پروردگار ما منزه است و والا صفت هست، پروردگار فرشتگان و جبریل هست. تمام باورهایی که مقام فرشتگان رو بالاتر از عبودیت میاره همه رو منتفی هست و کمال مقام الهی رو در بر داره. به همین صورت روایت دیگری که باز هم مشترک هست بین رکوع و سجود که باز ما در سجده انشالله بهش خواهیم پرداخت، در نهایت یکی از روایت هایی که به طور اختصاص در رکوع هست اینه که باز همین رو میشه برای سجده هم با تغییر الفاظ با یک نحو دیگری انشالله در سجده مطرح خواهیم کرد. میگه اللهم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی. پروردگارا خاص برای تو کرنش کردم، سر تعظیم خم کردم، به تو ایمان آوردم و تسلیم تو شدم. خاشع و خاضع هست برای تو گوش من، بینایی من، چشم من، مغز من و اعصاب من و به همین صورت استخوان‌های من، عظمی و عصبی. خاشع بودن سمع و بصر و مغز و استخوان و عصب در مقابل اوامر الهی یک خشوع تکوینی داره که الله متعال نظامی رو گذاشته و تمام این ارگان‌های مختلف بدن انسان مطیع نظام پروردگار هستند و به همین صورت بخش دومی رو داره این اطاعت و خشوع و خضوع و اون بخش عبادی انسان هست که انسان با بکارگیری همه این نعمت‌های الهی، سمع و بصر و مغز و به همین صورت عصب و به همین صورت عظم و استخوان، بکارگیری درست اینها در مسیر اطاعت عبادت الله متعال با اظهار خاشع و خاضع بودن این ارگان‌ها در مقابل الله متعال اطاعت مطلق او رو میپذیره و گردن مینه و بر این اساس یاد آور میشه، به خودش هم تلقین میکنه که من عهدی دارم در مقابل الله متعال که تمام این داشته های که الله متعال من داده و تمام امکاناتی که در اختیار من گذاشته از چشم و گوش و صحت و سلامتی جسمی و عصب و مغز، همه اینها رو در مسیر اطاعت و عبادت الله متعال به کار بگیرم. ذکر هست، یاد الهی هست تا بگیم که در رکوع خودمون که اللهم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی. الله متعال همه ما رو مطیع و فرمانبردار
خودش قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.